در محوطه جریمه موقعیت هست برای پرسپولیسی ها و روی خط توپ رو دور کردن. ببینید تصمیم داور چی هست و باز هم روی خط و توی دروازه بالاخره گل رو میزنه تیم پرسپولیس و استون اورونوف موفق میشه که دروازه شمس آذر رو برای دومین بار باز کنه. دوباره از روی خط شمس آذری ها توپ رو برگشت دادن، ولی خب در نهایت این استون اورونوف بود که از تجربه بالای خودش استفاده کرد و دروازه تیم شمس آذر رو باز کرد. بازی حالا 2-1 میشه به سود پرسپولیس و اینم خوشحالی پرسپولیسیای آذر در ورزشگاه و خوشحالی نیمکت نشینان تیم پرسپولیس. ببینید شما در نمای آهسته اینجا از روی خط برگشت دادن و در نهایت با پای چپ استون اورونوف توپو به سقف دروازه شمس آذر کوبید. اینجا بود که با پای چپ اورونوف دروازه شمس آذر رو باز کرد. میلاد سوریی بود که روی خط توپ رو برگشت شد و در نهایت دروازه شمس آذری که باز میشه.